میدونستی با یه ترفند طلایی ساده میتونی بدون دفاع دیگه پیروز پروندت تو دادگاه باشی؟ اگه خواهان دعوا هستی یعنی تو شکایت کردی و طرف مقابلت کپی مدرک در جلسه دادگاه آورده، جلسه اول از قاضی بخوا اصل مدرکش رو بیاره. اگه نیاورد محکم بگو من اظهار تردید و انکار دارم. با این جمله دیگه اون کپی دلیل و مدرک محسوب نمیشه. اما اگه خوانده دعوا هستی یعنی علیه شکایت کردن، جلسه اول از قاضی بخوا خواهان یعنی کسی که علیه شکایت کرده اصل مدرکش رو بیاره. اگه نیاورد باز هم محکم بگو من اظهار تردید و انکار دارم. قاضی قطعاً به نفع تو حکم میده. اگه میخوای قوانین رو مثل یه وکیل حرفه‌ای بلد باشی، همین حالا منو فالو کن.